من شهر استقلال شهر صنعتی به حساب می‌رود. قیومجان محمودزاده شهردار استقلال در نشست خبریش به روزنامه‌نگاران گفت که بنیاد کارخانه عظیم صنعتی با سرمایه‌گذاری چینی‌ها ادامه دارد. مساحت کارخانه 70 گکتر بوده، با فعال شدنش در آن بیش از 300 نفر جای کار خواهند یافت. سخن از کارخانه است که قرار بود سال گذشته به کار سر می‌کرد. در حقیقت سال گذشته در ایدو جشن‌هایی که استقلالیت بود ما باید اینجا را آغاز کنیم. از سببی کم وارد شدن مبلغ سرمایه‌گذاران این کارخانه به اتمام نرسید. موافق معلوماتی که خطی ما دادن آخر ماه فوریه به پورگی این کارخانه شروع میکند و بینای ساختگی درازش از 250 متر زیاد می باشد. کارخانه بزرگ. به این کارخانه چینی‌ها 50 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. قرار است معدن شرکت تاجیکستان و چین در شهرک زرنسار در همین جا کار کرد شود. قیومجان محمودزاده رئیس شهر استقلال میگوید آن کنسنترات هایی که برای کارکرد همچون متال میبردند حالا آنها را به 4 قسم تقسیم میکنند. اینها کنسنترات قرغاشیم، روح، میس و نقره. کارخانه که ساخته می شود به غیر از این سال 50 تانه نقره تولید خواهد کرد. او قبلا گفته بود که در اینجا همچنین استحصال اکومولیاتورها نیز به راه مانده می شود. اون تکنولوژی وارد شدگی گفتی متخصصان خود چین در دولت چین هم این خیلی تکنولوژی حاضر نیست است که توسعه این نوترین تکنولوژی و باوری دارم که آن هم باشد به اقتصادات ولایت ما یک فایده کلان میرسوند و شهروند ساکنان شهرمان با کار تامین میگردند. شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای سال 2007 تأسیس یافته به استخراج سرب و روح و میس مشغول است. این کارخانه از عظیمترین کارخانه شمال تاجیکستان حساب می‌یابد و حصه بیشتری انداز منطقه را پر می‌کند. همچنین در ساختمان بناهای اجتماعی برای ساکنان فعال است. اینچنین با تکنولوژی چینی‌ها در شهر استقلال کارگاه‌های دیگر نیز امسال به فعالیت آغاز خواهند کرد. قیومجان محمودزاده به روزنامه‌نگاران گفت که در صورت فعال شدن این کارگاه‌ها شهر استقلال از ورطه دستنگری یا سوبونسیونی بیرون می‌براید. کارکرد مواد خام در خود تاجیکستان یکی از سمت‌های برتری داشته حکومت است، چون حالا بخش بزرگ این مواد برای کارکرد به چین برده می‌شود. تأخیر در ساختمان چنین کارخانه‌ها نشان می‌دهد که کشانده شدن معدن به چین الحال ادامه خواهد کرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر استقلال.